معرفی 10 اثر برتر بانو هایده. سلام، به چنل اصل نوا خوش اومدید. امروز به 10 اثر برتر بانو هایده میپردازیم. شماره 10 شب میخونه. آهنگسازی این اثر را آقای فرهنگ شریف به عهده دارد. همچنین ترانه سرای این آهنگ خانم هدیه هستند. اگه قلبمو شکستن همه درا رو بستن، که بنویسم از این دنیا به دنیا دل نبندی، فقط یک آه و یک دم به فردا دل نبندی. رتبه 9 اثرهای بانو هایده میرسه به آهنگ نامه با شعر هدیه و آهنگسازی سعید دیهیمی. اثر شماره 8 ای خدا با شعر محمد علی شیرازی و آهنگسازی استاد همایون خرم. از همه جا وامانده، از همه مردم دنیا بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته، بزن تارو بزن تار. اثر شماره 7 آهنگ بزنتار با آهنگسازی آقای صادق نوجوکی. اثر شماره 6 بهانه. ای قبله من خاک در خانه تو، بی منت می مستم ز پیمانه تو. اثر پنجم بانو هایده ساغر هستی با ترانه هما میرافشار. عشق تو خوابی بود و بس، نقش سرابی بود و بس، این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس. قبل از شنیدن اثر چهارم یادآوری کنم که اگه از این مدل ویدیوها خوشتون میاد لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید. ساقی اسم چهارمین اثر بانو هایده است. سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراب. رتبه سوم آهنگ‌های بانو هایده میرسه به آهنگ مستی با شعر اردلان سرافراز و آهنگسازی فریدون خوشنود. مستی درد منو دیگه دوا نمی‌کنه. اثر دوم بانو هایده شانهایت با شعر اردلان سرافراز و آهنگسازی فرید زلال. شانه هایت رو برای گریه کردن دوست دارم. و اما رتبه 1 آهنگ‌های بانو هایده سوغاتی با شعر اردلان سرافراز و آهنگسازی محمد حیدری. وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد، انگار از شهر دور